پس از شکست تایتان‌ها و غول‌ها، گایا هنوز از زئوس و خدایان المپ خشمگین بود. اون در اعماق زمین با تارتاروس هم بستر شد و از دل اون تاریکی هیولایی زاده شد که هیچ موجودی توان رویارویی با اون رو نداشت. تایفون بالهای بزرگ داشت و قدش اونقدر بلند بود که سرش به ستاره ها میرسید. از شونه هاش مارهای بیرون زده بودن و چشمهاش مثل آتیش میسوخت. وقتی او از دل زمین برخاست، خدایان المپی وحشت کردند. بسیاری از اونها برای نجات خودشون به شکل حیوانات مختلفی در اومدن و به مصر فرار کردند. به همین دلیل بعضی خدایان مصر با سری به شکل حیوان پرستیده میشن. فقط زئوس بود که در برابر تایفون ایستاد. او با صاعقه هاش به جنگ تایفون رفت. طبق بعضی روایات تایفون تونست زئوس رو شکست بده و حتی دستانش رو ببره و یا عصبهای دستش رو بیرون بکشه. صاعقه ها خاموش شدند و امید در دل خدایان رو به خاموشی رفت. اما هرمس، پیام‌آور خدا، و آیگیپان، ایزد نیمه بز، زئوس رو درمان کرد و دوباره آسمان با رعد پر شد و زئوس با قدرتی دوچندان به میدان برگشت. این بار صاعقه های بی‌پایانش کوه‌ها رو شکافتن و بالهای تایفون رو سوزوندن. زئوس صخره بزرگ رو بر سر تایفون انداخت و اون رو در دل زمین زندانی کرد. تایفون زیر کوه آتنا در سیسیل به زنجیر کشیده شد. گفته میشه آتشفشان کوه‌ها تلاش تایفون برای رهایی از زندانه.